سلام دوستان، به آشپزخونه زهره خوش اومدین. امروز میخوایم یه غذای سنتی مختص استان اردبیل در ایران درست کنم براتون. این غذا از پیاز فراوون، گوشت، زردچوبه، خلال بادوم و زعفرون و دارچین درست میشه. یه طعم خیلی خاصی داره. دوست دارم که شما هم درست کنین و لذتشو ببرید. برای تهیه این غذا از کره محلی یا کره حیوانی استفاده میکنیم. 70 گرم کره رو تو تابه میریزیم، بعد پیازایی که خرد کردیم رو بهش اضافه میکنیم. پیاز رو با حرارت کم سرخ میکنیم. گوشت دارم به این شکل خوردش میکنیم. حالا گوشت رو که اضافه کردیم کمی تفتش میدیم. زیاد تفت نمیدیم که گوشت بسوزه یا پیازا بسوزه. فقط رنگ گوشت یه مقدار تغییر کنه کافیه. زردچوبه رو اضافه میکنیم. فلفل سیاه رو اضافه میکنیم. همه رو با هم تفت میدیم. این حالا که رنگ گوشت یه مقدار تغییر کرد، حالا رو به گوجه اضافه میکنیم. خود به گوجه هم دوستان فقط یه قاشق کافیه. بعد از اینکه آب اضافه کردیم، چند تا چوب دارچین هم بهش اضافه می‌کنیم و برای 2 ساعت بپزیم. دوستان، خلالای بادومی که برای تهیه این غذا می‌خوایم استفاده کنیم تو آب پیس می‌کنیم و این یه مدت بمونه تا کمی نرم بشه. دوستان، این خلالای بادوم رو آخر پخت به غذامون اضافه می‌کنیم. خلالای بادوم تو گرم می‌ریزیم، زیاد تفت نمی‌دیم. همین یکم فقط گرم بشه. بعدم زعفرون رو بهش اضافه می‌کنیم.
برای تهیه این غذا حتما باید زرده تخم مرغ آخر کار به خورشتمون یا غذامون اضافه کنیم. میذاریم یه مقدار زرده خودش رو بگیره، بعد غذای ما آماده برای سرو میشه. امیدوارم که از این غذا خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین کانالم رو سابسکرایب کنین و ویدیومو لایک کنین. تا ویدیوی بعدی همه شما دوستان عزیزم رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.